مادر. اولین خانه‌ای که داشتم شکم مادرم بود. اولین خوراکی که خوردم شیری سفیدی مادرم بود و اولین تختی که خوابیدم روی پایهای مادرم بود. اولین دوستم، اولین معلمم، اولین طبیبم مادرم بود. اولین سخنی که شنیدم این الله مادرم بود. اولین عطری که بوی کردم این بوی مادرم بود. اولین کتابی که خواندم غمهای مادرم بود و اولین پناهم آغوش مادرم بود و اولین کسی که دستم را گرفت و کنارم بود و از خودش زیادتر مرا زیادتر دوست می داشت. میگویند اولین ها فراموش نمی شوند. مادر برای هر یکی ما اولین است و فراموش نشوند. بحر محبت مادر، بحر غمخواری مادر، همه صاف دلانه در خدمت مادر باشیم.